و ارادت. امیدوارم که شرایط مملکت برگرده به روال قبل. مردم عزیز ما تحمل جنگ و عزاداری مجددتون ندارم. واقعا همه چیز دیده بودیم با این سن و سال جز جنگ که اونم اتفاق افتاد برامون. ولی خب امیدوارم که هر چیز زودتر این شرایط قبلی برگرده، چرا که واقعا صبرمون سر رسیده. تحمل اینجور شرایط رو واقعا دیگه نداریم. هیچ کشوری، هیچ هموطنی فکر نمی کنم که طالب جنگ و خونریزی باشه. امیدوارم که همه چیز به سرعت تو این مملکت درست شه و به حالت اولیه‌اش، به حالت آروم برگرده. دوستتون دارم.